رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم از برنامه آموزش و روحانی قرآن کریم، آموزش روحانی و تصحیح قرآن عظیم الشان، و ان شاء الله با هم دیگر درسی از درسهای قرآن عظیم الشان و آیاتی از کلام الله مجید را با هم دیگر خواهیم خواند و تلاوت خواهیم نمود، به امید اینکه پروردگار سبحانه و تعالی همه من و شما را مورد رحمت و شفقت خویش قرار بدهد. بدون شک یادگیری قرآن عظیم الشان یکی از جمله چیزهایی است که بر هر مسلمان لازم هست. هر مسلمان باید قرآن عظیم الشان را یاد بگیرد و قرآن کریم را بخواند، چون بدون قرآن عظیم الشان، بدون تلاوت قرآن، میبینیم که نماز انسان صحیح نمی شود. حالا با اختلاف اینکه کدام سوره و کدام آیه، و به هر حال قرآن عظیم الشان بدون تلاوت قرآن، بدون قرائت قرآن، بدون خواندن قرآن، حتی نماز انسان هم درست و صحیح نمی شود. بنابراین بر هر مسلمان فرق نمیکنه که پیرمرد باشه، فرق نمیکنه جوان باشه، فرق نمیکنه حالا برادر باشه، خواهر باشه، زن باشه، مرد باشه، فرق نمیکنه، باید که قرآن عظیم الشان را یاد بگیره و قسمتی از زندگی خود را اختصاص بدهد برای یاد گرفتن قرآن عظیم الشان، چون کلام الهی است، چون قانون اساسی مسلمان هاست. امکان نداره که انسان مسلمان بدون قرآن زندگی بکنه. امکان نداره که یک انسان مؤمن بدون قرآن در جامعه اسلامی و در جامعه و در خانواده زندگی خوب و سالم و زندگی با سعادتی داشته باشه. بنابراین با این وجود یاد گرفتن قرآن عظیم الشان و تلاوت قرآن که در واقع موقوف و منوط هست بر یادگیری قرآن، بر هر مسلمان، بر زن و مرد و پیر و جوان و بر همه لازمه که قرآن عظیم الشان را یاد بگیرند و قرآن کریم در زندگی آنها روشنی داشته باشه و آنها زندگی خود را بر اساس قرآن عظیم الشان عیار بکنند. یک انسان مؤمن باید از جمله افراد باشد که مورد رحمت الهی قرار بگیرند و یکی از مواضع و یکی از مواقعی که انسان مورد رحمت الهی قرار میگیرد همانا زمانی است که انسان در جلسه قرآنی است، زمانی است که انسان در مجلس قرآنی هست. این زمان است که رحمت خداوند متعال بر انسان فرود می آید و در جلسه و در جایی که قرآن عظیم الشان باشد، تلاوت قرآن باشد، آموزش قرآن باشد، در اونجا رحمت و سکینه، آرامش نازل می شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند هرگاه گروهی و جمع در خانه از خانه های پروردگار جمع شوند و آنها قرآن عظیم الشان را تلاوت بکنند و در مابین خود قرآن را درس بدهند، به یکدیگر درس بدهند، می‌فرمایند که رحمت پروردگار عزوجل بر آنها نازل می شود. می‌فرمایند سکینه و آرامش بر آنها نازل می شود و فرشتگان دور آنها را فرا می‌گیرند، تماشا می‌کنند بر این بندگان نیک الله که با قرآن اینها مشغولند، چون اهل قرآن، کسانی که با قرآن در ارتباط هستند، کسانی که با قرآن زندگی می کنند، اینها بهترین مخلوقات الله هستند. اینها بهترین افرادی هستند که در روی زمین و در روی این کره خاکی راه می روند و زندگی می کنند و حرف می زنند و می نشینند و می خوابند و می خورند. اینها بهترین افراد هستند. فرشتگان ما حول اینها را می گیرند، دوروبر اینها جمع میشن، اینها را نگاه می کنند. سبحان الله، این بندگان الله هستند که حالا با کلام خداوند متعال میخواهند زندگی بکنند
میخواهند کلام الله را یاد بگیرند، کلامی که پروردگار عزوجل از فوق آسمان ها آن را برای انسان ها نازل کرد، برای راهنمایی بشر. و پیامبر علیه السلام میفرمایند پروردگار عزوجل ذکر این گروه را، داستان این گروه را و قصه این گروه را در پیشگاه فرشتگان می کند، در نزد فرشتگان. الله میگوید ای فرشتگان ببینید به این بندگان من که حالا با یاد گرفتن کلام من مشغول هستند، میخواهند کلام مرا یاد بگیرند، انتظار دارند به اینکه کلام پروردگار سبحانه و تعالی را یاد بگیرند و به آن عمل بکنند و آن را در زندگی خود تطبیق بکنند، در جامعه خود تطبیق بکنند. الله سبحانه و تعالی ما را از جمله طالبان و از جمله شاگردان قرآن، مکتب قرآن بگرداند و ما را پروردگار سبحانه و تعالی از جمله افرادی که قرآن را میخوانند و به قرآن عمل میکنند و آن را در زندگی خودشان تطبیق میکنند. الله متعال ما را از جمله آنها بگرداند. بینندگان عزیز و گرامی، اجازه بدین که یک وقفه کوتاه از اتاق فرمان بگیریم و ان شاء الله بعداً در یکی دیگه از درس‌های آیات کلام وحی در خدمت شما خواهیم بود. بهار دلها. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مؤمنی که قرآن را تلاوت می کند مانند ترنجی است که بوی آن دلنشین و مزه آن نیز خوش است، و مؤمنی که قرآن را تلاوت نمی کند مانند خرماست که بویی ندارد ولی مزه آن شیرین است. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وذهاب همي وغمي وذهاب همي وغمي وذهاب همي وغمي. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم از ادامه برنامه آموزش تصحیح و روحانی قرآن عظیم الشان. بینندگان عزیز و گرامی، چنانچه در برنامه‌های گذشته با شما آیاتی از قرآن عظیم الشان و از سوره مبارکه بقره خوانده شده است، در این برنامه هم ان شاء الله در ادامه، یعنی در پیرامون و دنبال برنامه‌ها و به تعقیب برنامه‌های گذشته، آیات دیگر از سوره مبارکه بقره را ان شاء الله با هم دیگر خواهیم خواند. در برنامه گذشته شما تا آیت 37 از سوره مبارکه بقره را خواندید و برای شما تدریس شد. در این برنامه به توفیق پروردگار سبحانه و تعالی می خواهیم از آیه مبارکه 38، یعنی از آیه 38 سوره مبارکه بقره با همدیگر شروع بکنیم و به ترتیب ان شاء الله با همدیگر بخوانیم. و خواهشم این است که قبل از این که درس را آغاز بکنم، اگرچه از صفحه تلویزیون هم شما میتونین مشاهده بکنیم و بعضی ها هم میتونن که اگر قرآن عظیم الشان یا مصحف در پیش خود دارن مصحف را هم باز بکنن، تأثیرش بیشتر خواهد بود، چون از طریق تلویزیون شاید احیانا فکر شما به جای دیگری بره و مشغول بشه و به هر حال به هر ترتیبی که برای شما آسان تر است یا برای شما به هر حال ذهن نشین تر می شود و توجه شما را بیشتر جلب می کند، از همان روش استفاده کنید. من از اتاق فرمان می خوام که صفحه مونیتور را به آنتن بدن. برای جزاکم الله خیر. خب از آیه مبارکه قل نهبطوا ان شاء الله با هم دیگر شروع می کنیم و آیه 38 میشه. اینجا آیه 38 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قلنا، در صورتی که
در اینجا وقف بکنیم میشه قلنا. اما اگر خواسته باشیم به هم دیگر اینها را وصل بکنیم میشه قلنا اهبطوا. قل نه یعنی نون با ها در اینجا وصل میشه، این دو الف میفته. قلنا اهبطوا در این صورت خوانده میشه بناهن قلنا اهبطوا. در اینجا من ها چنانچه شما در قواعد خواندید، در این قسمت در برنامه‌های گذشته خواندید، بعد از نون ساکن یکی از حروف حلقی بیایه نون ساکن اظهار میشه. اینجا هم همین قاعده وجود داره. بعد از نون ساکن این نون ساکن هست، یعنی نون است که حرکت نداره و بعد از این نون هرگاهی که یکی از حروف حلقی بیایه که ها یکی از حروف حلقی هست اینجا اظهار میشه. یعنی چی شکل خوانده میشه؟ نمیتوانیم بخوانیم منها، این اشتباهه. صحیحش ایه منها یعنی نون ظاهر میشه، آشکار خوانده میشه. قل اهبطوا منها. کلمه بعدی جمیعا، این در صورتی هست که ما اینجا وقف کنیم. اگر چی وقف نمیشه چون سلی در اینجا این علامت وقفی که وجود داره به این معناست که وصل اولا هست. یعنی چی؟ یعنی اگر وصل بکنیم بهتر از اینه که در اینجا وقف بکنیم. اگر وقف کردیم مشکلی در معنا وارد نمیشه، ولی کوشش بکنین که اینجا وصل بکنیم، وقف نکنیم. بناهن بخوانیم به این شکل خوانده میشه جمیعا یعنی اخفا میکنیم. چرا؟ به خاطری که اینجا تنوین هست. دو زر در اینجا میبینیم، یکی از انواع تنوین هست. بعد از این تنوین فا آمده و فا یکی از حروف اخفا هست. بناهن اینجا ما تنوین را اخفا میکنیم. یعنی چی؟ یعنی پنهان میکنیم، میپوشانیم. میخوانیم جمیعا و همراه غنه صدا را از بینی خارج میکنیم. جمیعا فاما اینجا همزه را با میم وصل میکنیم و همراه غنه، و غنه همان مخرجی هست یا همان قاعده‌ای هست که وقتی ما به اونجا رسیدیم مثلا در اینجا میم غنه میشه. به این شکل ادا میکنیم که صدا را از خیشوم یعنی از استخوان بینی، صدا را از بینی خارج میکنیم. بنابراین میخوانیم فاما این کلمه قلنا اهبطوا منها جمیعا فاما. اینجا کلمه بعدی یأتینکم، اینجا هم نون در اینجا هم غنه میشه. یأتینکم باز هم غنه میشه به همان ترتیبی که در میم فاما بود، به همان شکل خوانده میشه. یعنی غنه میکنیم، یا را با نون وصل میکنیم. یا یعنی اینجا یا هست، با نون وصل میکنیم. میخوانیم یأتینکم. اینجا هم کلمه بعدی با این ارتباطی داره. یأتینکم منی. در اینجا بعد از میم ساکن اینجا این میم یأتینکم ساکن هست. بعد از این میم ساکن میم دیگری آمده که متحرکه و حرکت کسره داره، یعنی حرکت زیر داره. اینجا این میم باز هم اینها به هم ادغام میشه و همان غنه در اینجا هم صورت میگیره که احکام میم که هست
که انشاءالله به این موضوع هم در برنامه‌های بعدی اشاره خواهد شد به صورت تفصیل. اما در اینجا فقط همین قدر اشاره میکنم که هرگاه بعد از میم ساکن، چنانچه در اینجا آمده، بعد از میم ساکن، نون ساکن حکمش جداست، بعد از میم ساکن که اینجا این میم هم ساکن هست، میم دیگر بیایه که متحرک باشه، میم اول در میم دوم ادغام میشه. در اینجا ادغام صورت میگیره همراه غنه. پس میخوانیم، اول این کلمه را جداگانه تلفظ میکنم، مینی مینی. اینجا میم با نون جنگ میخوره یا به صورت بگین وصل میشه، مینی. و بناهن این کلمه به صورت جدایی هم میم با نون جنگ میخوره یا وصل میشه. دوباره تکرار میکنم، یأتینکم منی. بناهن به این شکل تلفظ میشه و خوانده میشه. کلمه بعدی هدن. هدن اینجا بعد از تنوین یا دوزر که در اینجا میبینیم، به این تنوین میگن که در برنامه‌های گذشته هم به این موضوع اشاره شده و شما به این آشنایی دارید. به این میگن تنوین. این بعد از تنوین باز فا آمده، مثل که در اینجا اگر یادتان باشه در اینجا جمیعا فاما گفتیم که بعد از تنوین فا بیایه اخفا میشه. در اینجا هم همان شکل، فرق نمیکنه. در اینجا هم تنوین بود، در اینجا هم تنوینه، در اینجا هم بعد از تنوین فا آمده بود، در اینجا هم فا آمده بود. بنابراین به صورت کلی دیگه از این به بعد که بعد از تنوین فا آمد در این درس تکرار نمی کنم که موضوع چی هست. فقط همین قدر در اینجا شما این نکته را اشاره بکنین، هدن هدن، چرا که بعد از تنوین فا آمده بنابراین اخفا میکنیم. کلمه بعدی فمن. فمن این در صورتی میخوانیم که ما در اینجا وقف کنیم، اگرچه اینجا وقف نداره ولی چون به صورت کلمه کلمه اینجا میخوانم به همین ترتیب اینجا وقف کردم، ورنه به این شکل خوانده میشه. فمن تبعه. فمن تبعه. فمن تبعه. اینجا بعد از نون ساکن در اینجا تا آمده. بعد از نون ساکن که تا بیایه اینجا باز هم اخفا میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که بعد از نون ساکن تا از حروف اخفا هست. از حروف اخفا هست. بناهن بعد از نون ساکن که این است تا آمده، بناهن اینجا هم اخفا میکنیم. میخوانیم فمن تبعه. فمن تبعه. کلمه بعدی هدایه. 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 بناهن میخوانیم فمن تبع هدایه. در صورتی که در اینجا وقف کنیم میخوانیم فمن تبع هدای. 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 اما وقتی که با وصل بخوانیم به این شکل هست فمن تبع هدایه. کلمه بعدی فلا. 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 کلمه بعدی خوف. خوف. این در صورتی که در اینجا وقف کنیم، یعنی در خوف وقف کنیم، میخوانیم فلا خوف. 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 یعنی فا را در اینجا ما ساکن میکنیم در صورتی که وقف کنیم. اما در صورتی که وصل بکنیم به این شکل میخوانیم فلا خوف. فلا خوف. به خاطر چی؟ این تنوین را اظهار میکنیم. چرا اظهار میکنیم؟ به خاطر که بعد از این تنوین عین آمده و عین از حروف اظهار هست. چنانچه در برنامه‌های گذشته شما این موضوع را شناختید. مثل که در اینجا منها، اینجا ها از حروف اظهار بود، اینجا هم عین از حروف اظهار هست. بنابراین میخوانیم فلا خوف. تنوین را کاملا آشکار میکنیم. اظهار یعنی آشکار کردن، یعنی واضح نمودن. کاملا واضح میکنیم، آشکار میکنیم. فلا خوف علیهم. علیهم. اینجا میم را هم همچنان اظهار میکنیم. به خاطر چی؟ بعد از میم ساکن واو آمده.
و واو از جمله در میم ساکن اظهار میشه. بعد از میم ساکن واو بیایه اظهار میشه که این حکمش جداگانه هست ان شاء الله که در برنامه‌های آینده که بحث تجوید را به صورت علمی و تخصصی شروع بکنیم ان شاء الله که به این موضوعات اشاره مفصل‌تر خواهد شد. علیهم در اینجا میم کاملا اظهار میکنیم، واضح میکنیم. ولا هم باز هم در اینجا هم میم را کاملا واضح میکنیم، بناهن میخوانیم ولا هم میم را کاملا واضح میکنیم. کلمه بعدی یحزنون در اینجا هم قاعده وجود داره که حالا اگر خواسته باشیم که این قاعده ها را به صورت کلی یعنی همه را در اینجا مطرح بکنیم، فکر کنم که برای بعضی از بینندگان عزیز ثقیل تمام بشه. بناهن یحزنون. دوباره این آیه را تکرار میکنم به صورت آهسته آهسته و کلمه کلمه، بینندگان عزیز توجه داشته باشند. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این آیه 38 که در اینجا تمام میشه، آیت 39 را با هم دیگر شروع میکنیم، اما کوشش میکنم که اندکی تیزتر بخوانم، بینندگان عزیز توجه داشته باشن. والذین اینجا این الف خوانده نمیشه بگیم والذین، در صورتی که خواسته باشیم این الف را بخوانیم میشه والذین، اما این غلطه، اشتباهه، میخوانیم والذین، این الف ساکت میشه. والذین واو با هم با لام کاملا وصل میشه و با هم دیگر خوانده میشه. والذین کفروا وکذبوا کاف با ذال وصل میشه. به خاطر چی؟ چون اینجا میبینین که تشدید داره. حالا این که چرایش در درس تصحیح و آموزش قرآن عظیم الشأن مربوط نمیشه، فقط همین قدر بفهمیم که کاف با ذال در اینجا وصل میشه. و چرا وصل میشه؟ به خاطر اینکه یعنی در این درس چیزی که مهمه، چون در اینجا تشدید داره، مشدد هست، ذال در اینجا مشدد هست، بنابراین خوانده میشه و کذبوا بآیاتنا. اینجا در صورتی که ما به آیاتنا در اینجا استاد بکنیم یعنی وقف بکنیم، وقتی که وقف بشه این علامه ای که بالای سر الف شما در اینجا میبینیم به این میگوین مد منفصل. در برنامه‌های گذشته هم احتمالاً اشاره شده باشه انشاءالله. در اینجا به اندازه 3 الف یا به شکلی که در برنامه گذشته هم برای شما به صورت به هر حال نشان داده شد که منظور از 3 الف یا 3 حرکت چی هست. خب در صورتی که ما اینجا وصل بکنیم این مد را نمیکشیم، این مد از بین میره. مثلا میخوانیم به آیاتنا در صورتی که اینجا را وقف کنیم، اما اگر وصل کردیم میخوانیم به آیاتنا، یعنی در اینجا مد میکشیم و به اندازه 3 الف یا 3 حرکت صدای خود را طولانی میکنیم. مد یعنی طولانی کردن. کلمه بعدی اولئک، در اینجا این علامتی که میبینیم در اینجا مد متصل میشه. یک تفاوت میان مد متصل و مد منفصل که علما بیان میکنند، اگرچه در اینجا به آیاتنا بعضی از علما این را لازم نمیدانند که حتما به اندازه 3 حرکت مد کشیده بشه،
اما بهتر در این است که 3 به اندازه 3 حرکت مد کشیده بشه. منظورم به آیاتنا هست. اما در اولئک اینجا مد ایر لازم میدانن که به اندازه 4 حرکت مد کشیده بشه. مد متصل هست. این که از کجا فهمیده میشه مد متصل هست؟ این بحثی که انشاءالله در برنامه‌های آینده وقتی که بحث تجوید آغاز بشه شما میدانیم، چون در اینجا از نظر قواعد تجویدی بعد از الف، اینجا این الف که در واقع حرفی از حروف مد هست، سبب مد آمده که همزه هست، بناهن حرف مد و سبب مد در یک کلمه قرار گرفته، اینجا مد متصل میشه که نمیخوام به این موضوعات مفصل اشاره بشه. به هر حال اولئک این در صورتی هست که شما وقف کنیم، اما اگر خواسته باشیم با هم بخوانیم به این شکل خوانده میشه. اولئک یعنی کاف را حرکت میدیم در صورتی که وصل بشه. اصحاب اینجا در صورتی هست که شما وقف بکنیم، اما وقتی خواسته باشیم با کلمه النار این را وصل بکنیم، با را در اینجا با نون وصل میکنیم، به این شکل میخوانیم اصحاب النار، اصحاب النار. در اینجا هم این علامت وقفی که سیلی هست وجود داره، به این معنا هست که شما اگر وصل نکنید، وصل بکنید بهتر است، وقف نکنید. یعنی اگر وقف نکنید بهتر است، نه که وقف نکنید. در صورتی که بگیم وقف نکنید لازم هست، اما در اینجا وصل بهتر است. بناهن میخوانیم از کلمه اولئک شروع میکنم، اولئک اصحاب النار هم فیها. هم اینجا ری هم چون در اینجا میبینیم که کسره داره، ری باریک خوانده میشه. اصحاب النار، نار این اشتباه هست، در صورتی که نار این پر خوانده میشه. اما در صورتی که خواسته باشیم ترقیق بکنیم، چون اینجا را در اینجا میبینیم که کسره داره یعنی زیر داره، میخوانیم اصحاب النار، ری را باریک میکنیم. هم، این هم خب در اینجا هم در ولا هم تکرار شد. فیها خالدون، خالدون. خب این آیه مبارکه 39 هم تمام شد. برین به سراغ آیه 40 سوره مبارکه بقره. اما قبل از این که آیه 40 را شروع بکنیم اجازه بدین که یک میان برنامه بگیریم و انشاءالله بعداً در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بعد از میان برنامه خواهم بود. دعای ورود به بازار. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس هنگام ورود به بازار این دعا را بگوید: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الله متعال برای او 1,000,000 نیکی می نویسد و 1,000,000 گناه از او پاک می کند و 1,000,000 درجه او را بالا می برد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بدون مقدمه دیگر مستقیما میریم به سر اصل موضوع، آیه 40 سوره مبارکه بقره. خب بینندگان عزیز و گرامی، چنانچه مشاهده میکنن تا آیه 39 خواندیم، ان شاء الله با هم دیگر آیه 40 را شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی در این یا اینجا میبینیم الف داره، یا در اینجا یک مد طبیعی میشه که انشاءالله اینها را به صورت مفصل تر میخوانیم، به اندازه یک حرکت فقط طولانی میشه و مد کشیده میشه. یا بنی، اما در اینجا باز هم مد منفصل هست. اگر توجه کرده باشین به آیاتنا هم در اینجا هم گفتیم که در اینجا مد منفصل هست، در اینجا هم مد منفصل هست. بنان میشه یا بنی، کلمه بعد اسرائیل. اگر توجه کنین در اینجا بینندگان عزیز و گرامی، اسرا در اینجا را میبینیم که مفتوح است، یعنی زر داره، فتحه داره، و وقتی که را فتحه داشته باشه را پر خوانده میشه، یا در اصطلاح میگن تفخیم میشه، یعنی پر خوانده میشه. در اصطلاح فارسی یعنی پر خوانده میشه. مثلا نمیشه بخوانیم اسراء، این اشتباهه در صورتی که اسراء بخوانیم، اما اصلش اینه که ما بخوانیم اسراء، را پر خوانده میشه، تفخیم کاملا واضح آشکاره. خب به این شکل میخوانیم اسرائیل. این در صورتی هست که ما اینجا وقف کنیم، اما در صورتی که اگرچه در اینجا وقف نکنیم بهتر است وقف نکنیم، چون علامه وقف هم نداره و جمله هم نیمه تمام هست. میخوانیم اسرائیل، لامی که در اینجا میبینیم که فتحه داره، یعنی لام اسرائیل در اینجا با ذال وصل میشه، به این گونه خوانده میشه اسرائیل، لذ در اینجا وصل میشه. توجه داشته باشین به این. دوباره کلمه را کامل میکنم. اسرائیل اذکروا. در اینجا قواعد وجود داره، به هر حال حالا وقتش نیست که اینها را بیان بکنیم. دوباره یا بنی اسرائیل اذکروا. کلمه بعدی نعمتی، اینجا در صورتی است که وقف کنیم، اما در صورتی که وصل بکنیم میخوانیم با کلمه بعدی آن را وصل میکنیم، میخوانیم نعمتی التی، یعنی یا اینجا میبینی فتحه داره، این یای فتحه دار با لام مستقیما وصل میشه، بنابراین خوانده میشه نعمتی التی. با در صورتی که اینجا ما مثلا وقف کنیم به این شکل بخوانیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، مثلا اینجا وقف کردیم، اینجا رو اینگونه میخوانیم التی، در صورتی که ما گفتیم که اینجا وقف کنیم. اما در صورتی که وقف نکنیم وصل بکنیم، یعنی با هم پیوست بخوانیم، میخوانیم نعمتی التی انعمت. خب التی در اینجا طبق که میبینیم بالای یا یک علامه داره، با این علامه بینندگان آشنا هستند و این علامه همان علامه مد منفصل هست، یعنی مد در اینجا مد میشه، یعنی این حرف طولانی خوانده میشه. مثلا میخوانیم التی، نعمتی التی. این در صورتی که با این وصل کنیم، با انعمتو وصل کنیم. یعنی چی رقم وصل بکنیم؟ یعنی اینها را وصل بخوانیم، نه که یا با الف وصل بشه، یعنی با وصل بخوانیم مد کشیده میشه. در صورتی که وقف کردیم، در اینجا وقف کردیم، اینجا مد کشیده نمیشه. بنابراین به این شکل میخوانیم در صورتی که وصل بکنیم نعمتی التی انعمت.
اینجا هم قاعده وجود داره که شما در برنامه‌های گذشته به این آشنا هستید و گفته شده برای شما که بعد از نون ساکن ان اینجا نون ساکن هست. بعد از نون ساکن عین آمده. خب وقتی که عین بیایه بعد از نون ساکن چیکار میشه؟ بدون شک همه شما با هم دیگر میگیم که اینجا اظهار میشه. چرا اظهار میشه؟ به خاطر اینکه بعد از نون ساکن هرگاه یکی از حروف اظهار یا حروف حلقی بیایه اظهار میشه و این عین هم از جمله حروف اظهار هست. بنابراین باید اینجا اظهار بشه. به این شکل خوانده میشه انعمتو، یعنی نون کاملا واضح میشه، نون کاملا آشکار میشه. یعنی نمیتونیم بخوانیم که انعمتو این اشتباهه. باید بخوانیم انعمتو، یعنی نون کاملا آشکار و واضح میشه، آشکار میشه، ظاهر میشه، اظهار میشه. میخوانیم انعمتو علیکم. اینجا هم میم اظهار میشه، میم ساکنی که در اینجا هست اظهار میشه علیکم. خب کلمه بعدی و اوفو. اینجا هم قواعد وجود داره، به هر حال حالا وقتش نیست که به اینها اشاره بشه. و اوفو بعهدی. اینجا عین و ها هر دو تا تقریبا از یک مخرج ادا میشه، تقریبا یعنی از حلقه، ولی تفاوتی در اونها وجود داره. یکی از اقصای حلق میشه، یکی از وسط حلق میشه. در اینجا تفاوتی هست. یکی از انتهای حلق ادا میشه که ها هست، که بعضی ها به اون های نافی میگن. های نافی نیست، از انتهای حلق ادا میشه. و یکی از وسط حلقه عین. اکثر افرادی که یعنی اکثر نمیشه گفت، بعضی ها متاسفانه این مشکل را دارن که میان این دوتا نمیتونن تفاوت بگذارن، یعنی نمیتونن هر کدام حقش را از جایش ادا بکنن. بالا این شما تمرین بکنیم، بسیار ساده هست، سخت نگیرین، نگین که سخت هست، آسانه، فقط نیاز به تمرین داره. این دوتا با هم باید متمایز بشه، یکی از انتهای حلقه، یکی از وسط حلقه. مثلا میخوانیم بعهدی. اینجا بالای یا میبینیم که باز حرکتی هست، علامه‌ای هست که به این میگوین مد منفصل. جزاکم الله خیر، مد منفصل. خب این با این کلمه که بخوانیم، با اوفی بخوانیم، اینجا میشه مد منفصل. اوفی. اینجا هم توجه، قبل از این که به کلمه اوفی توجه بکنیم و اوفو، اینجا هم یک توجه داشته باشیم، چون بعضی ها را شنیدم از بعضی افراد وقتی تلاوت میکنن فکر میکنن که بالای این همزه اوفو فکر میکنن اینجا این ضمه داره، یعنی پیش داره، میخوانن اوفو. این غلطه، اشتباهه. و اوفو به این شکل خوانده میشه. خب و اوفو بعهدی. اوفی. اینجا کلمه بعدی بعهدکم، باز هم عینها توجه داشته باشیم. بعهدکم و ایای فر. اینجا هم میبینیم که فا با را وصل میشه، بنابراین میخوانیم فر و را در اینجا پر خوانده میشه. چرا؟ چون فا در اینجا میبینیم فتحه داره، زر داره. فرهبون در اینجا هم مد عارضی میشه به هر حال. خب آیه مبارکه 41 را شروع میکنیم با هم دیگر، این آیه و آمینو. خب و
و آمنو و اینجا وقف نمی کنیم چون علامه نداره، نمی بینیم در هیچ جای این علامه نمی بینیم. و آمنو بما اینجا هم ببینیم بالای الف مد داره و به این میگن مد منفصل، چنانچه در گذشته هم در آیات گذشته هم اشاره شد. خب بما انزلت اینجا را ببینید، اینجا نون ساکنه، نون انزلتو نون ساکنه، بعد از نون ساکن چی آمده؟ زا آمده. زا از حروف اخفا هست، از 15 حرف اخفا هست. بنابراین چیکار میشه؟ بعد از نون ساکن زا بیایه چیکار میشه؟ جزاکم الله خیر، اخفا میشه. بله اخفا میشه. بنابراین وقت اخفا شد نون رو چیکار میکنیم؟ پنهان میکنیم، یعنی پوشیده میخوانیم. چی شکل؟ ان به این شکل. نمیگیم انزلتو. اگر بگیم انزلتو اشتباهه. به خاطر چی؟ چون که اینجا ما اظهار کردیم، یعنی نون کاملا آشکار کردیم و این اشتباهه، چون بعد از نون ساکن از حروف اخفا آمده. میخوانیم ان توجه کنیم اینجا آیه را. انزلتو مصد. اینجا هم بعد از زا ببینیم که لام در اینجا ساکن هست، زا با لام وصل میشه. زلتو انزلتو به این شکل خوانده میشه. کلمه بعدی مصدقا. اینجا ببینیم تنوین داره. اولا بعد از صاد دال آمده و دال در اینجا مشدده، بنابراین صاد با دال وصل میشه. میخوانیم مصد این وصل میکنیم. مصدقا این در صورتی هست که ما در اینجا وقف بکنیم، یعنی بگیم ان بخوانیم مثلا از آیه اول و آمنو بما انزلت مصدقا، این در این صورته. اما اگر خواسته باشیم وصل بکنیم، اینجا را توجه بکنیم اینجا تنوین داره، 2 زر هست که تنوین به این میگن که شما آشنایی دارید به این. لام آمده، بعد از تنوین لام بیایه چیکار میشه؟ ادغام میشه. چرا ادغام میشه؟ به خاطر که این لام از حروف ادغام هست، از 6 حرف ادغام هست. میخوانیم مصدقال در صورتی که خواسته باشیم وصل بکنیم و وصل هم میشه. در صورتی که وصل بکنیم این رقم خوانده میشه مصدقال لما. اینجا استاد نمیشیم. اگر استاد بشیم به این شکل که بخوانیم مصدقال، این اشتباهه چون اینجا غنه نمیشه. مصدقال لما معكم در اینجا هم میم اظهار میشه. ولا تكونوا اینجا هم میبینیم یک بالای وو یک حرکت داره که یک علامه‌ای داره که به این میگن مد منفصل که در قبلا هم اشاره شد. ولا تكونوا اول، این در صورتی است که ما اینجا وقف کنیم. اما در صورتی که در اینجا یعنی بگذاریم اول. چرا؟ به خاطر که این همزه با واو وصل میشه. چرا؟ چون این واو در اینجا مشدده. پس بنابراین کلمه قبل، یعنی یک کلمه‌ای که مشدده، کلمه قبل رو با او چیکار میکنن؟ در اینجا وصل میکنن. اوله نمیشه بگین اوله نمیشه. اوله کلمه بعدی کافر
کافر کافر. در اینجا میبینیم که را اولا در اینجا چند قاعده هست. اول اینکه در اینجا بعد از تنوین کافر در اینجا این تنوین داره. بعد از این تنوین با آمده. با از حروف اقلابه که در درس گذشته به شما اشاره شد به این موضوع. بعد از تنوین با آمده. با از حروف اقلابه. یعنی چیکار میکنیم؟ تنوین به میم مبدل میکنیم، تبدیل میکنیم با اخفا، با اندک اخفا. به این شکل میخوانیم کافر به کافر به. این در صورتی که اینجا ما وقف کنیم، اما وقف نکنیم بهتره. به خاطر چی؟ چون در اینجا میبینیم این علامه به این معناست که شما در اینجا وقف نکنید بهتر است، یعنی وصل بکنیم بهتره. خب کافر کافر به 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 ولا تشتروا ولا تشتروا تشتروا ولا تشتروا بآياتي بآياتي بآياتي. اینجا کلمه بعدی ثمنا ثمنا. در صورت میگیم ثمنا که ما در اینجا خواسته باشیم اینجا وقف کنیم، اما در صورتی که وصل بکنیم اینجا هم همان قاعده اخفا وجود داره. چرا؟ به خاطری که این ثمنا در اینجا نون میبینیم که تنوین داره، منونه، تنوین داره. بعد از این تنوین قاف آمده و قاف از حروف اخفا هست، از حروف اخفا، بنابراین اینجا هم اخفا میشه. به این شکل میخوانیم ثمنا قلیلا ثمنا قلیلا. اینجا در صورتی که وصل بکنیم گفتیم که اینجا نون این تنوین اخفا میشه، پوشیده میشه. خب قلیلا قلیلا. خب در اینجا هم یک قاعده وجود داره. اینجا لام ببینین که منونه، تنوین داره. بعد از این تنوین واو آمده و این واو از جمله حروف ادغامه که در درس‌های گذشته به شما اشاره شده، از جمله حروف ادغامه. بنابراین اینجا قلیلو قلیلو، یعنی لام در صورتی که ما وصل بکنیم به این شکل میخوانیم قلیلو قلیلو، یعنی تنوین گویایی که تنوینی نبوده، گویایی که لام فکر کنیم که زر داره و مستقیما با واو وصل شده. قلیلو قلیلو به این شکل خوانده میشه همراه غنه که صدا را از خیشوم یا استخوان بینی بیرون میکنیم. و ایای و ایای مثلا میخوانیم قلیلا و ایای و ایای. اینجا چون همزه میبینیم که مکسوره، یعنی زیر داره، این همزه زیرش کاملا واضحه، با یا وصل میشه، منان میشه و ای و ایای، یعنی گویا که دو تا یا هست در اینجا. یک یا اینه که و ای یای، این یای آخری آن بحثش جدا هست. فتقون فتقون، این الف گویا چیزی نیست. فتقون، فا مستقیما با تا وصل میشه، بنابراین خوانده میشه فتقون فتقون. گویا که دو تا هست در اینجا، یعنی به این شکل میشه که گویا دو تا هست و در اصل یکی در دیگری ادغام شده. فتقون، یک مثلا یک تا را با ف وصل میکنیم، میخوانیم فت، این یک تا، تقون، بنابراین میخوانیم فتقون. خب این هم از آیه 41. میرویم به سراغ آیه 42. خب ولا تلبسوا ولا تلبسوا، این در صورتی هست که ما در اینجا وقف کنیم، یعنی وقف میکنیم کلمه به کلمه، چون میخوانیم وقف، ورنه در اینجا وقف نداره.
ولا تلبسوا الحق ولا تلبسوا الحق، یعنی این سینی که شما در اینجا میبینیم مستقیما با لام الحق وصل میشه، مستقیما با اینجا میه، یعنی میشه ولا تلبسوا الحق الحق الحق، یعنی سین با لام وصل میشه. ولا تلبسوا الحق حق. خب اینجا هم هایی که در اینجا میبینید با قاف وصل میشه. الحق الحق، یعنی گویا که دو تا قافه، یک قاف با ها وصل میکنیم، یکی جدا خوانده میشه. مثلا حق، یعنی گویا که دو تا بوده. بالباطل 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 ولا تلبسوا الحق بالباطل، اینجا لام زیر داره. بالباطل بالباطل، اما اگر وقف کنیم میگیم بالباطل. چرا؟ به خاطری که وقتی وقف کنیم حرکت اخیر اگرچی حرکت هم داشته باشه، حرف اخیر اگرچی حرکت هم داشته باشه خودش ساکن میشه. بالباطل، این در صورت وقف. در صورت وصل بالباطل بالباطل وتكتموا الحق وتكتموا، اینجا در صورتی هست که ما وقف کنیم، اما در صورتی که وصل بکنیم به این شکل میخوانیم وتكتموا الحق، یعنی میمی که در اینجا مشاهده میکنید مستقیما با لام الحق مثل ولا تلبسوا الحق با هم دیگر وصل میشه. وتكتموا الحق وتكتموا الحق، اینجا هم حق توضیح دادیم، در اینجا هم الحق ها با قاف وصل میشه. وانتم اینجا هم نون ساکن هست. بعد از این نون ساکن تا آمده و شما خوب بهتر میدانید، شاید از منم بیتر بدانید که بعد از نون ساکن، چون بارها تکرار شد در این درس تکرار شد، چی برسه به درس‌های گذشته، چون بعد از این نون ساکن تا آمده و گفتیم تا از حروف اخفاء، بنابراین اینجا نون ساکن اخفا میشه، به این شکل خوانده میشه. و انتم. خب کلمه بعدی تعلمون تا با عین وصل میشه. تعلمون. خب کلمه بعدی و اقیمو. اینجا هم توجه بکنین که در صورت ما این را گفتیم که وقف کنیم و اقیمو میخوانیم، اما در صورتی که وصل بکنیم که حقیقتش اینه که باید وصل بشه، و اقیموا الصلاة، اینجا رو توجه کنین میم مستقیما با صاد وصل میشه، نمیشه بگین و اقیموا الصلاة، این اشتباهه. چرا؟ به خاطری که صاد از حروف شمسی هست که انشاءالله به این موضوعات هم در درس تجوید اشاره خواهد شد. و در صورتی که اینجا حروف شمسی باشه الف لام از بین میبره، نمیشه بگیم و اقیموا. اما در اینجا اگه توجه کنیم و تکتموا الحق، در اینجا چون ها از حروف شمسی نیست، از حروف قمری هست، الف لام باقی میمانه، حتی اقل لام در اینجا باقی میمانه، میشه الحق، نمیشه بگیم و تکتموا حق، این اشتباهه. در اینجا چون صاد از حروف شمسی هست، میم مستقیما با صاد وصل بشه. و اقیموا الصلاة، در صورتی که اینجا را این کلمه با اون نباشه میشه الصلاة. خب کلمه بعد و آتوا الزکاة و آتوا به این شکل خوانده میشه در صورتی که وقف کنیم، یعنی اینجا از این کلمه جدا باشه. و
و آتو، این در صورتی که وقف باشه. در صورتی که وصل باشه این ز هم از حروف شمسی هست، مثل که صاد گفتیم. این دوتا را حداقل توجه داشته باشین. مستقیما تایی که در اینجا میبینین مستقیما با زا وصل میشه، بنان خوانده میشه و آتو الزکات. این در صورتی هست که ما این را وصل بکنیم زکات میخوانیم. اما در صورتی که صلاح هم همچنینه، وقتی که اینجا را ما وقف کنیم این رقم میخوانیم و آتو الزکاه. زکاه به ها تبدیل میشه. این تای که میبینین در اینجا این با ها تبدیل میشه. و صلات هم همچنینه، و اقیم الصلاه در صورتی که استاد بشیم و آتو الزکاه. اما در صورتی که وصل بکنیم میخوانیم و آتو الزکات. الزکات. خب کلمه بعدی ور اینجا هم وار نمیشه. چرا؟ چون این الف ساقطه. ور این واو کاملا و مستقیما وصل میشه با چی؟ با را. و این را در اینجا ساکنه. این رایی که میبینین در اینجا ساکنه. وقتی که این را ساکن هست ما چیکار کنیم؟ این را پر بخوانیم یا خالی بخوانیم؟ وقتی که را ساکن باشه به حرکت ما قبل نگاه میکنیم. حرکت ما قبل یا حرف ما قبل نگاه میکنیم. میبینیم حرف ما قبل اگر این که باز هم فتحه داشت خب پر میخوانیم، مثل که قبلا هم اشاره کردیم به این. در اینجا هم همین قاعده وجود داره. این را در اینجا ببینید ساکن هست، اما حرف ما قبل نگاه میکنیم واو هست و این واو در اینجا فتحه داره یعنی زر داره. بناهن خوانده میشه ور یعنی ر پر خوانده میشه، تفخیم میشه. ورکعو. خب این هم از این کلمه. مع الراکعین. مع این در صورتی هست که ما اینجا را اخفا یعنی وقف کنیم که کلمه به کلمه بخوانیم مع الراکعین. اما در صورتی که وصل بکنیم این را هم از حروف شمسی هست. این رایی که در اینجا میبینید، مثلی که در اینجا اشاره کردیم زا، مثلی که در اینجا اشاره کردیم صاد، در اینجا هم میگیم را هم از حروف شمسی هست. یعنی نمیشه بگیم معل راکعین بگیم، این اشتباهه. چرا؟ چون باید عین را مستقیما با را وصل بکنیم. نمیخوانیم معل راکعین، این غلط اشتباهه. صحیحش ایه مع الراکعین. را در اینجا تفخیم میشه. چرا؟ چون در اینجا فتحه داره، زر داره. مع الراکعین. این آیه را دوباره تکرار میکنیم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. خب بینندگان عزیز و گرامی، در اینجا درس را متوقف میکنم. اجازه بدین که میان برنامه با هم دیگر ببینیم و همین آیاتی که خوانده شد با هم دیگر بشنویم و بعدا ان شاء الله که در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی خواهیم بود و صدای گرم شما را خواهیم شنید. اگرچه قصد من این بود که کل این صفحه را با هم دیگر بخوانیم، اما چون وقت کم هست و حق بینندگان عزیز و گرامی گرفته میشه، به همین اساس با هم دیگر می رویم و آیات را میشنویم و ان شاء الله دوباره با هم دیگر خواهیم بود و صدای گرم شما را خواهیم شنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا برای برادر مسلمانت
70 عذر در نظر داشته باش. با عرض سلام مجدد به خدمت بینندگان عزیز و گرامی. مشوره ما عوض شد و قرار بر این شد که صفحه را کامل بکنم. خب کمی تندتر میخوانم چون به اکثر موارد توضیح داده شده، نیاز نداره که دوباره توضیح داده بشه. از آیه 44 شروع میکنیم تا اخیر صفحه انشاءالله خواهم خواند. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اتأمرون. این در صورت است که در اینجا وقف کنیم، اما وقتی وصل میکنیم و حقیقتش اینه که باید وقف یعنی وصل بکنیم، اینه که اتأمرون الناس، نون در اینجا غنه میشه. اتأمرون، این نون با نون دیگه وصل میشه. اتأمرون الناس. کلمه بعدی بالبر، این ب با را وصل میشه و را در اینجا ترقیق خوانده میشه، یعنی باریک خوانده میشه. بالبر این غلطه، اشتباهه. بالبر نباید گفت. بالبر ر باریک خوانده میشه، رایی که در اینجا میبینین باریک خوانده میشه. خب کلمه بعدی و تنسون نون اخفا میشه. چرا؟ چون بعد از نون ساکن سین آمده. سین از حروف اخفا هست، بنابراین خوانده میشه و تنسون، نون اخفا میشه. انفسکم. بعد از نون ساکن در اینجا فا آمده، بنابراین فا از حروف اخفا هست، چنانچه قبلا هم اشاره کردیم. انفسکم، میم در اینجا اظهار میشه. و انتم، نون ساکن، نون انتم در اینجا ساکن هست، بعد از نون ساکن تا آمده، تا از حروف اخفا هست، اخفا میشه. میم هم اظهار میشه. چرا؟ چون که بعد از میم تی آمده، تا آمده در اینجا. و انتم تتلون وصل میکنیم. نون با لام در اینجا وصل میشه. چرا؟ چون کاف از حروف قمریه. تتلون الکتاب. اینجا جیمی که در اینجا میبینین بالا اینجا انداخته است، این جیم به معنای علامت وقف جائز هست. یعنی چی؟ یعنی این که اگر وقف بکنیم بهتره، اگر وقف نکردیم جائزه، یعنی جواز داره، مشکلی نیست. جیم علامت وقف جائز هست. افلا تعقلون تباعین وصل میشه. تعقلون. این هست آیه 44. یک بار تکرار میکنم. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، وقف نمی کنیم. و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. آیه 45. خب واستعینوا، این واوی که در اینجا میبینیم با سین وصل میشه. این الف زائده است، یعنی این الف خوانده نمیشه. نمیشه بگین که واستعینوا. واستعینوا این بالصبر. اینجا با صاد وصل میشه. چرا؟ یادتان باشه و اقیموا الصلاة، یادتان باشه گفتیم که صاد از حروف شمسیه هست. بل صبر نمیشه بگیم. اگر بل صبر بگیم این اشتباهه. بالصبر با مستقیما با صاد وصل میشه.
بای دومی که در از صبر هست میبینین اینجا، این با میبینید ساکنه، اینجا قلقله میشه اما نه خیلی ثقیل. بالصبر قلقله میشه که انشاءالله در قواعد تجویدی به این موضوع قلقله اشاره خواهیم کرد که 5 حرف داره: قاف، تا، ب، جیم، با، جیم، دال. این 5 حرف هرگاهی که ساکن باشه قلقله میشه، یعنی با یک تکان خوانده میشه. بالصبر، صب تکان میدیم بارا. بالصبر ری هم گفتیم در اینجا ترقیق خوانده میشه، باریک خوانده میشه. والصلاه جیم در اینجا وقف جایزه، فراموش نکنین. جیم وقف جایزه، وقف کنیم بهتره و وقف میشه. اگر وقف نکردیم هم جایزه. و انها این همزه با نون وصل میشه و غنه هم صورت میگیره در نون. و انها خب لکبیرة این رای که در اینجا میبینید، این را پر خوانده میشه، تفخیم میشه. لکبیرة تون این در صورتی که ما آنجا وصل بکنیم، اما در صورتی که وقف کنیم چی میگین؟ و انها لکبیره. یادتان باشه این تا گردکی که ده هست این تبدیل به چی میشه؟ به ها تبدیل میشه. خب در اینجا بعد از تنوین همزه آمده و همزه از حروف چی هست؟ اظهاره، از حروف اظهاره. بعد از تنوین همزه آمده، بنابراین در اینجا هم لکبیرتون تنوین را کاملا ظاهر میکنیم، آشکار میکنیم. الا این همزه با لام وصل میشه. چرا؟ چون مشدده. الا علا در صورتی که این کلمه به کلمه بخوانیم علا میشه، اما وقتی وصل بکنیم چی میشه؟ علی الخاشعین. علی لام با لام دیگه جنگ میخوره، وصل میشه. علی الخاشعین. این هم از آیه 45. آیه 46 به این شکل شروع میکنیم: الذین. اما در صورتی که ما این را با وصل بخوانیم به این شکل خوانده میشه، با کلمه از آیه گذشته: علی الخاشعین الذین. در صورتی که وصل بکنیم یعنی نون مستقیما با لام وصل میشه، اما در صورتی که این را جدا خواندیم، در اینجا جدا کردیم اینها را، علی الخاشعین استاد شدیم، وقف کردیم، شروع میکنیم الذین. خب یظنون. این وایی که در اینجا میبینید با نون وصل میشه و این نون غنه خوانده میشه، چون هرگاهی میم و نون مشدد بود غنه میشه. این قاعده را پیش خود داشته باشید. هرگاهی میم و نون مشدد بود یعنی تشدید داشت غنه خوانده میشه. اینجا هم همین قاعده وجود داره. یظنون این وا با نون وصل میشه و غنه هم میشه. انهم اینجا این همزه با نون وصل میشه و نون غنه میشه. چرا؟ چون یادتان باشه گفتیم که هرگاه میم و نون مشدد بود غنه میشه. اینجا هم همچنانه. انهم. خب یک نکته دیگر که اگر یادتان باشه در اولین آیه عرض کردم، انهم در اینجا میم ساکنه، بعد از میم ساکن میم دیگه آمده که متحرک یعنی حرکت داره. این میم با میم دیگه ادغام میشه، ادغام صورت میگیره، به این شکل خوانده میشه: انهم ملاقو. انهم هم ملاقو. این میم با میم دیگه وصل میشه و ادغام میشه یعنی داخل میشه، با هم دیگر داخل میشن. ربهم.
ربهم ر در اینجا پر خوانده میشه، میم هم در اینجا اظهار میشه، ظاهر خوانده میشه. ربهم هم میم کاملا واضح میکنه. و انهم نون در اینجا همزه با نون وصل میشه، مثل که در این نون در این انهم هم اشاره کردیم، در اینجا هم همچنانه. و انهم نون مشدده غنه میشه، میم هم ظاهر میشه. الیه راجعون را در اینجا پر خوانده میشه، تفخیم میشه. خب آیت 47 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. یادتان باشه در آیات گذشته این تکرار شد، همین چیزی که خواندم. یا بنی اینجا مد منفصل هست، اسرا را پر خوانده میشه، لام با ذال وصل میشه و نعمتی گفتیم اینجا هم توضیح دادیم که یا با لام اینجا وصل میشه، التی اینجا هم مد منفصل هست، انعمت اینجا اظهار، انعمتو اینجا اظهار میشه، نعمتی التی انعمتو اینجا نون اظهار میشه چون بعد از نون ساکن عین آمده، علیکم میم در اینجا ظاهر میشه. و انی این همزه با نون وصل میشه، خوانده میشه. و انی نون هم غنه میشه. فضلتکم اینجا اولا فی با داد در اینجا چیکار میشه؟ وصل میشه. چرا؟ فقط همین قدر بفهمیم که چون داد در اینجا چی هست؟ مشدده، اینجا تشدید داره. فضل با بعد از آن خود این داد با لام وصل میشه، بنان خوانده میشه فضل. اولا فی با داد با لام وصل میشه. فضلتکم میم هم اظهار میشه. علی العالمین عین از حروف قمریه، لام در اینجا باید واضح بشه، باید خوانده بشه. علی العالمین. خب آیت 48. خب در آیه 48 واو کاملا و مستقیما با تا برخورد میکنه و تا وصل میشه. واتقوا یوما این در صورتی که ما جدا جدا میخوانیم، اما در صورتی که وصل بکنیم میگیم یومل. چرا؟ به خاطر که این تنوینه، میم تنوین داره، منونه. این تنوین بعد از تنوین لام آمده و لام از حروف یرملونه، از حروف ادغامه. بنابراین وقتی که از حروف ادغام هست چیکار میشه؟ این میم با لام داخل میشه، یعنی اینها ادغام میشن به هم. یوم لا تجزی لا تج اینجا هم جیم از حروف قلقله هست، قطب جد، قاف تا ب جیم دال، هرگاهی که اینها ساکن باشن با حرکت خوانده میشه، با تکان. به این رقم مثلا میشه لا مثلا خوانده میشه لا تجزی. خب کلمه بعدی نون با ف وصل میشه. نفسون این سیدی که میبینیم اینجا چی داره؟ اینجا تنوین داره، منونه. بعد از تنوین عین آمده. عین از کدام حروفه؟ از حروف اظهار بدون شک. همه شما با هم صدا میگین که اظهار، چون بارها تکرار شده. خلاص، پس وقتی که اظهاره اینجا تنوین ظاهر میشه، خوانده میشه نفسون.
نفس عن نفس عن نفس عن نفس، در صورتی که جدا جدا بخوانیم. اینجا هم نون عن بعد از این نون ساکنه، بعد از نون ساکن نونی آمده که حرکت داره، اینجا ادغام میشه. چرا؟ چون نون از حروف ادغامه. عن نفس عن نفس. اما در این سین بعدی نفس در اینجا که میبینید تنوین منونه، تنوین داره، اما این تنوین بعد از تنوین شین آمده و شین از حروف اخفاه، از حروف اخفا است. اینجا اخفا میشه. این رقم میخوانیم عن. البته در اینجا یک چیز یادم نره که برای شما بگم که اینجا هم چون نون مشدده، همان قاعده یاد شما باشه که در اینجا هم غنه میشه. عن نفس س یعنی کاملا این مخرج تنوین پوشیده میشه. اصلا همین تنوین پوشیده میشه، به این شکل خوانده میشه. عن نفس شیئا در صورتی که اینجا استاد بشیم، اینجا وقف کنیم. اما در شیئا اینجا میبینیم که تنوین باز هم همزه در اینجا منونه، تنوین داره. بعد از این تنوین در اینجا ببینیم واو آمده. این واو از حروف یرملونه، از حروف ادغامه. شما خوب انشاءالله میدانید اینجا. بعد از شیئا اینجا بعد از این تنوین واو آمده. این همزه را چیکار میکنیم؟ با این وصل میکنیم، به این شکل میخوانیم شیئا نمیگیم، چون اگر شیئا بگیم اظهار میشه. میگیم شیئا، مستقیما همزه با واو وصل میشه. شیئا ولا یقبل ولا یق اینجا یک قاف هم اینجا در اینجا قلقله میشه و یا با قاف وصل میشه، یا با قاف وصل میشه. یقبل منها رو دیگه شما از ما بهتر میدانید، دیگه توضیح نمیدم. منها رو بهتر از ما میدانید. بعد از نون ساکن ها آمده. ها از حروف چیه؟ اظهاره. همه شما میدانید. بنابراین اینجا من نون در اینجا چی میشه؟ اظهار میشه. منها. خب کلمه بعدی شفاعه در صورتی که استاد بشیم. اما وقتی اینها را با هم وصل بکنیم شفاعتو این تنوین بعد از تنوین چی آمده؟ واو آمده. و واو از کدام حروف؟ از حروف ادغام میشه. شفاعتو تو ت مستقیما با واو وصل میشه. تو. خب کلمه بعدی ولا یؤخذ منها، باز هم منها آمد. به هر حال شما میدانید این را. منها عد اولا در اینجا دال از حروف قلقله میشه، یعنی تکان میخوره. عدلون در اینجا هم تنوین بعد از تنوین واو آمده و واو از کدام حروف؟ حروف ادغامه. عدلو. خب کلمه بعدی ولا هم میم در اینجا اظهار میشه. ینصرون این کلمه را میگذارم برای بینندگان عزیز. بینندگان عزیز و گرامی، درس ما در اینجا تمام شد. اما کلمه ینصرون بعد از نون ساکن صاد آمده. این سوال را از تک تک از شما که تماس بگیریم پرسان میکنم. نون ساکن بعد از نون ساکن صاد بیایه چی کار میشه؟ چون در برنامه‌های گذشته هم گفته شده، در همین برنامه هم گفته شد. صاد از جمله کدام حروفه و بعد از نون ساکن صاد بیایه چی کار میشه؟ من فقط اشاره میکنم ولا هم ینصرون. درس را در اینجا تمام میکنیم. اجازه بدین بینندگان عزیز و گرامی که با هم دیگر یک وقفه را ببینیم و بشنویم آیاتی که تلاوت شد، آیاتی که خوانده شد. ان شاء الله بعد از آن در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی خواهیم بود و صدای گرم شما را خواهیم شنید.
عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه آموزش روحانی و تصحیح قرآن عظیم الشان. آیاتی را به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی امروز ارائه شد و تلاوت شد. امیدواریم که بینندگان عزیز و گرامی به صورت خوبی انشاءالله برداشت کرده باشند و انشاءالله که متوجه نکات هم شده باشند. به هر حال بینندگان عزیز و گرامی، از این به بعد میتونین به صورت زنده و مستقیم با ما در تماس بشین. شماره هم زیرنویس هست، میتونین که به همین شماره در تماس بشین. اما قبل از اینکه در تماس بشین لطفاً چند نکته را مد نظر داشته باشین. اول اینکه صدای گیرنده ها را ببندین، صدای تلویزیون ها را ببندین. ثانیاً که برادرایی که یا خواهرایی که بزرگند، به هر حال همین آیاتی که تلاوت شد، آیه 38 از آیه 38 شروع کردیم سوره مبارکه بقره، همین آیات رو تلاوت بکنن. اما اطفال و نونهالان آنها دیگه به هر حال هر جایی که دلشان میخواد تلاوت بکنن، اشکال نداره، ان شاء الله که از ایشان گوش خواهیم کرد. اولین تماس را میگیرم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله سلام علیکم. دم محمد قائم سوره بقره تلاوت کنم. بفرمایید محمد جان، بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الذين يؤمنون بالغيب. یک آیه از پیش شما ماند. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلا شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. جزاكم الله خیر. تشکر از شما آقا محمد عزیز. محمد جان، سن شما چند هست؟ 10. ماشاءالله ماشاءالله. الله متعال با عمر شما برکت بده. خواهر و میخونه. بسیار خوب بسیار خوب. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. من یاسمین هستم. بفرمایید یاسمین جان، بفرمایید. ما قل هو احد. بخوانیم، بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. جزاكم الله خیر. تشکر از شما یاسمین جان، تشکر از شما. خب تشکری میکنم از محمد جان عزیز و یاسمین خانم. محمد جان عزیز، تلاوت شما بسیار خوب بود، اما چند نکته فقط
کمی مشکلات بسیار بسیار کمی بود. یکی که و اذا قیل لهم آمنو، شما گفتین آمنو، و یکی هم انذرتهم، تی در اینجا زر داره. جزاکم الله خیر. و یاسمین جان، الله متعال در عمر اردوی شما خواهر و برادر برکت بده. و من از پدر و مادر شما، از والدین شما میخوام که حتما برای شما یک جایزه بدن. اگر اینجا می بودین خب ما برای شما جایزه میدادیم، ولی چون از شما دوریم میخوام که از پدر و مادر شما حتما افتخار بکنین. پدر و مادر عزیز، افتخار بکنین شما به همچون فرزندانی، ببارین به خود. الله متعال به شما بهترین نعمت را داده، بزرگترین نعمت. میدانین که پیامبر علیه السلام میگن در روز قیامت به سر پدر و مادر و والدین قاری و حافظ قرآن، کسی که قاری و حافظ قرآنه، تاج زده میشه که تمام دنیا روشن میکنه. روشنی او به اندازه فراوانه که اصلا نمیشه انسان تصور بکنه. الله متعال به شما برکت بده و من میخوام که حتما ان شاء الله جایزه هر دوی شما والدین شما تقدیم بکنن. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید بیننده گرامی. الو، بفرمایید. و علیکم السلام. تشکر از شما. معرفی بکنین. ابراهیم از تاجیکستان. بفرمایید ابراهیم جان از تاجیکستان، بفرمایید تلاوت بکنید. من میخوام از بقره آیتی خب از آیتی 47 ساعتون. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. تشکر از شما ابراهیم جان عزیز. عمر شما چند هست؟ سن شما؟ 11 ساله. ماشاءالله. خداوند متعال با عمر شما برکت بده. تشکر از شما. خب بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بیننده گرامی. مولانا از تاجیکستان زنگ میزنم. بفرمایید. میخوام سوره بقره آیه 38 رو بخونم. بفرمایید. در خدمت شما هستیم. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وأوفوا بله، آیه را دوباره و اوفوا بعهدی اوفی بعهدک. اوفی بعهدی. إياي فارهبون.
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر ولا تشتروا بآياتي ثمنا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظیم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی. سوالی که بنده مطرح کردم اگر اشاره بکنین از شما استفاده بکنن بینندگان عزیز و گرامی. ولا هم ینصرون، در این ینصرون گفتیم بعد از نون ساکن صاد آمده، در اینجا چی میشه؟ یعنی چی حکمی در اینجا نهفته؟ در اینجا فرضی که 15 حرفای اخفا میآید. بله، یعنی صاد به نظر شما از حروف اخفا هست؟ متاسفانه که تماس بیننده عزیز ما قطع شد و این سوال مطرح میکنم از دیگه بیننده ها. بله، السلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. علیکم السلام. بله، شبکه وصال حق، برنامه آموزش و بله بله ما برنامه آموزش قرآن میکنیم. از الان دنبال کنیم یاد میگیریم یا نه؟ بله بله بفرمایید. اگر تلاوتی دارین بیننده گرامی، آیاتی که خوانده شد یا نه؟ من سوالی داشتم از امروز اولین جلسه است که با شما آشنا شدم. بله جزاکم الله خیر. از الان ما دنبال کنیم. ولی بیننده از الان ما دنبال کنیم برنامه‌تون. بله. استاد ببخشید استاد. بله بفرمایید. میگم از الان برنامه‌تون دنبال کنیم، آموزش خوب یاد میگیریم. سوال من اینه. بله بدون شک، در این شک نکنین. ان شاء الله که یاد میگیرین و بقیه برنامه‌ها هم بیننده گرامی برنامه‌ها در یوتیوب هست، در اینترنت هست، میتونین از اولین برنامه همه را گوش بکنین تا به این برنامه که ببخشید ما دسترسی به اون نداریم. میشه پیشواکتون باز پخش بدارید؟ به هر حال ان شاء الله که میشه. بیننده گرامی از همین به بعد هم که شما بیننده باشین ان شاء الله که استفاده میکنین. تشکر از شما. جزاکم الله خیر. سلامت باشین. سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میخوایم که روخانی کنم. از کدام آیه شروع کنم؟ از آیه 38 قل نهبطوا منها جمیعا. بفرمایید. نام احمد است. البته بیننده گرامی آقا احمد عزیز یکی از بینندگان عزیز تا آیه 43 خواندن، شما از آیه 44 است. آیه اتأمرون الناس بالبر شروع بکنین تا اخیر ولا هم ینصرون تلاوت بکنین. بفرمایید. ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. خدا شما را خیر بده. بسیار تشکر از برنامه زیبایتان. جزاکم الله خیر. نصیب کنه. تشکر از شما آقا احمد عزیز، تشکر از شما، لطف کردین. الله متعال به شما برکت بده، به عمر شما و به علم شما. تشکر از شما. با کل پروگرام شما و برنامه‌های شما و با دوستانی که کار میکنن، خدا پاک اجر عظیم به شما نصیب کنه. آمین. آمین. سلامت باشین. تشکر از شما. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. شرف الدین از کابل به تماس شدیم. بفرمایید. یکی پسرک ماست به نام احمد ریاض و دیگه خواهرزاده ماست به نام زکریا. اینا میخواین قرائت کنن. ماشاءالله ماشاءالله، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید، بدین که تلاوت بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس بله إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظیم. تشکر از شما. نام شما چیه؟ سلام علیکم. علیکم السلام. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میخوایم قرائت کنم. بفرمایید. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر الفاسقات في العقد. صدق الله عزیز. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. تشکر از برنامه خودت. سلامت باشین. تشکر از شما، تشکر از شما و تشکر از خانواده شما. الله متعال به عمر هر دویتان برکت بده. چقدر زیبای، یعنی با زبان طفلانه. سبحان الله. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. گوشی میخوام تلاوت کنی. کدوم آیه تلاوت کنی؟ بیننده گرامی از سوره مبارکه بقره ما خواندیم از آیه 38 قل نهبطوا منها جمیعا. شما از اینجا تلاوت بکنید، بفرمایید. آیه 38. صدای تلویزیون رو بیننده گرامی ببندین. بیننده عزیز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإن ينصروا وآمنوا بما أنزلت مصدق لما معكم
ولا تكونوا الكافرين ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فتكونوا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأرقوا أعراقي تشکر از شما. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. تشکر. سلامت باشین. بیننده گرامی فقط چند نکته را توجه داشته باشین. اولا فایای فرحبون، فایای فرحبون و همچنین و آمینو بما انزلتو. کمی فقط توجه بکنین در حرکات. فقط مشکل شما بیشتر در حرکات بود. انشاءالله که حرکات توجه داشته باشین. منظور من از حرکات زر و زیر و پیش و این هاست. یعنی اینها را توجه داشته باشین انشاءالله که کدام مشکل دیگری نبود و کمی کوشش بکنین که یعنی آهسته آهسته تلاوت بکنین. یعنی عجله نکنین، آهسته 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 به ترتیب تا انشاءالله که بسیار خوب میشه تلاوت شما. جزاکم الله خیر. ولی السلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خواهر گرامی بفرمایید. من عایشه خانم هستم از تاجیکستان. بفرمایید خانم عایشه، بفرمایید. میخواستم قرائت کنیم. بفرمایید. از بقره. اگر از آیه که تا آیه که برادر ما تلاوت کردن از آیه 44 شروع بکنین بهتره. بله دوامش میشه روی تلویزیون پخش کنین. بله. اتأمرون الناس بالبر از آیه 44. بله روی تلویزیون پخش کنین بعد من میخونم. بله پخشه. بفرمایید خواهر گرامی. کجا؟ اتأمرون الناس بالبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. خواهر گرامی بفرمایید. کمی بگید. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعینوا بالصبر والصلاة وإن. تماس شما قطع شد بیننده گرامی. خواهر گرامی ما جزاکم الله خیر. تلاوت شما خوب بود، اما کوشش بکنین که شما و دیگر بینندگان عزیز و گرامی ما از تلاوت های شیوخ بزرگ مثل شیوخ حرمین کست های آنها زیاد پخشه یا داخل موبایل هم حتی میشه با بسیار حجم بسیار کم میتونین که داشته باشین تلاوت بکنین، اینها را گوش بکنین، چون طریق تلاوت کردن بهترتر میشه. به هر حال از اونها استفاده بکنین، بسیار خوبه. جزاکم الله خیر. ولی السلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله بیننده گرامی، بفرمایید از کجا در تماس شدیم و نام مبارک شما؟ از تاجیکستان هستم. نامم ابوبکر. بفرمایید آقای ابوبکر از تاجیکستان. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمين.
جزاکم الله خیر. تشکر از شما. میشه شما معرفی بکنین چند سال سن دارین؟ نام شما چی هست؟ نه بله. ابوبکر. نام شما؟ ابوبکر. ابوبکر. بسیار خوب ابوبکر جان، شما نام شما ابوبکر هست. سن شما چنده؟ چند سال سن دارین؟ 6 سال؟ ها. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. خداوند به عمر شما برکت بده. کدام حرفی دارین؟ برای شما دعا کن. انشاءالله. شما هم برای ما دعا بکنید. تشکر از شما. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. من امنی هستم از تاجیکستان. ماشاءالله ماشاءالله، بفرمایید. بخواهم که از آیت کیل بخونم. ماشاءالله بفرمایید بفرمایید، تلاوت کنین، میشنویم از شما. بسم الله الرحمن الرحیم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة تماس شما قطع شد بیننده گرامی. اللهم تعالی برای شما برکت بده. تلاوت شما زیبا بود و به هر حال خیلی دنبال بعضی از مسائل نمیریم. به هر حال جزاکم الله خیر. ولی سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. وصال حق. بله وصال حق خواهر محترم، بفرمایید. میخواستم با روحانی قرآن. بله بله. قسمت روحانی قرآن. صدا شما مستقیما پخش میشه خواهر محترم، بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید. از کدوم آیه بخونم؟ اگر از آیه اتأمرون الناس بالبر بخونیم بهتره، یا از آیه قبلش و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ببخشید در مورد سوالی که من که فرمود یونسرون، چون این مساقی رسیده به ساجد و حروف اخفا هسته و اخفا صورت میگیره. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. تشکر از شما خواهر محترم. ببخشید بله؟ پسرم هم میخواست سوره شمس رو خط بخونه. بعد یک سوال داشتم خواهر محترم، چون وقت برنامه بسیار کم مانده، تقریبا 1 دقیقه یا 1.5 دقیقه دیگه به اتمام، یعنی به اخیر برنامه مانده. اگر انشاءالله فرزند کوچولوی شما بعد از برنامه بعد انشاءالله تماس بگیرن بهتر خواهد بود، یعنی در برنامه بعد انشاءالله.
باشه خیلی ممنون. تشکر از شما سلامت باشین. خب بینندگان عزیز و گرامی، البته قبل از آن که به هر حال برنامه تمام بشه، خواهر گرامی تلاوت شما بسیار خوب بود، جزاکم الله خیر. فقط در دو نکته متوجه باشین، یا بنی اسراء را کوشش بکنین که را پر بخوانین و یوم لا تجزی شما در اینجا مد کشیدین، یوم مد نکشین، واتقوا یوم لا تجزی، یعنی مد نداره در اینجا. جزاکم الله خیر. فقط برای نیم دقیقه اگر آقا احمد عزیز کارگردان عزیز ما فقط برای نیم دقیقه برای اجازه بدن و صفحه مانیتور یک بار نشان بدن که یک موضوع میخواستم برای بینندگان عزیز و گرامی نشان بدم. بله بینندگان عزیز و گرامی، وقتی ما میگین آیه 39 مثلا یا بنی اسرائیل نمیشه، چون بعضی از بینندگان عزیز و گرامی اشتباه بود که فکر میکنن مثلا اینجا نوشته 39 باید آیه یا بنی اسرائیل 39 باشه. نه، وقتی ما میگیم آیه 39 والذین کفروا آیه 39 میشه، یعنی هر آیه ما اخیر میبینیم که چنده، همون آیه همان میشه. این هم نکته‌ای بود که بینندگان عزیز و گرامی توجه داشته باشن. خب دیگه از این بیشتر وقت شما را نمیگیریم. واقعا بنده خوشحال شدم که در خدمت شما بودم و صدای گرم شما بینندگان عزیز و گرامی را شنیدم، به خصوص اطفال عزیز که واقعا دوست داشتنی هستند و والدین آقا محمد و خانم یاسمین. فراموش نکنین که جایزه اینها برایش به گردن شما حتمی هست، یعنی باید حتما جایزه آنها را بدیم. حالا اگر پیش شما نیست حتما باید به اونها تقدیم بکنیم بعدا. الله متعال سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بده که ما را از جمله اهل قرآن بگردانه و با قرآن همیشه زنده باشیم و با قرآن الله متعال ما را از دنیا ببره. تشکری خاصی دارم از کارگردان عزیزم آقای احمد، الله سبحانه و تعالی به ایشان هم جزای خیر بده و دیگر دوستانی که در پشت اتاق فرمان با ما همکار بودن در اتاق فرمان، الله سبحانه و تعالی به همه جزای خیر بده. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أسلمت روحي للإله